بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجویدی نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این مخرج حرف است و امروز مخرج سیم را میگیریم که این زبان می باشد. زبان به 10 مخرج جدا می شود که از آنجا 18 حرف خارج می شود. یکم، حرف قاف. مخرج حرف قاف قسم قفای زبان یعنی ریشه زبان به قسم نرمی کام یعنی قفای کام می رسد. این حرف صفت قلقله دارد و این چونین حرف استعلا می باشد یعنی غبس خوانده می شود. ببینید دوستان، رسم را قفای زبان به بالا برداشته می شود و به نرمی کام می رسد. اق. اکنون بیایید مثال ها را می خونیم. قا. ما گفتیم حرف استعلا از غبس خوانده می شود. قانه قا. قا. قی. قو. اق. ما این چنین گفتیم که صفتی قلقله دارد، در وقتی با ساکن آمدن صدا می دهد. اق. اق. اوق. اقرأ. یقرأ. قابل. قبل. قبلة. قال. قيل. يقول. قلب. قبل. فوق. قلم. قمر. قبل. قمقم. فلق. اقترب. يقترب. انقلب. ینقلب. و می گذاریم به حرف دوم. این حرف کف می باشد. مخرج حرف کف قسم قفای زبان ریشه زبان به قسم نرمی و سختی کام می رسد، یعنی کمی پیشتر از مخرج حرف قاف. این حرف صفت حمس دارد. صفت حمس در حالتی که با ساکن می آید آواز را به بیرون خارج می کنیم. مثال اک. اک تا که حرف شنوا باشد. اک. ببینید دوستان، در رسم قفای زبان به بالا برداشته می شود، به قسم نرمی و سختی کام می رسد. اک. اکنون بیایید مثال ها را می خونیم. ک. کی. کو. اک. ما گفتیم در حالتی با ساکن آمدن صفت حمس را دارد. هنگام حرف کف با ساکن بودن هوا را به بیرون خارج می کنیم. اک. ایک. اوک. اکمل. یکمل. کم. کم. کتاب. کاتب. کیلو. یکون. کنز. ترک. کتب. یکتب. ترک. یترک. کتبتم. امرک. امرتک. اکتسب. یکتسب. ممکن. می گذاریم به حرف های بعدی. این حرف های جیم، شین و یا می باشند. مخرج حرف جیم قسم مابین زبان به کام می رسد. این حرف صفت قلقله دارد. ببینید دوستان، در رسم بین زبان به بالا برداشته شده
به کام می رسد. اج و در حالت با ساکن بودن صفت قلقله دارد. مثال ها رو می خونیم. ج، جی، جو، اج، ایج، اوج، اجمل، یجمل، جم، جب، جین، جار، جیل، جوع، جبل، جمل، اجر، فجر، جود، جید، جوهر، جورب، تجورب، یتجورب، استجلب، یستجلب. میگذاریم به حرف بعدی. مخرج حرف شین قسمی مابین زبان به طرف کام برداشته شده به کام نمی رسد. در رسم ببینید. برداشته شده ولیکن به کام نمی رسد. مثال ها رو می خونیم. ش، شی، شو، اش، ایش، اوش، اشترک، یشترک، شهر، شکر، شرکت، شاکر، شیس، شورا، شق، شم، بشر، مشرب، شرب، نشر، مشتهر، مشترك، اشتهر، یشتهر، ابرنشق، یبرنشق. میگذاریم به حرف بعدی. مخرج حرف ی غیر مدی قسمی مابین زبان به طرف کام برداشته شده به کام نمی رسد. ببینید در رسم عزیزان، به طرف کام برداشته شده ولیکن نمی رسد زبان در کام. ای، اکنون مثال ها رو می خونیم. ی، ی، یو، ای، ای، اوی، ایسر، ییسر، یجب، یحب، بأی، یاسر، علیین، علیون، رأی، رمی، یمن، مریم، میمن، ایمن، ایاک، امرین، زیتین، رمزین، ایمین، میتین. سوال ها برای سنجش. یکم، مخرج حرف قاف و کف کجاست؟ دوم، مخرج حرف جیم کجاست؟ سیوم، مخرج حرف های شین یای کجاست؟ چهارم، کدام از این حرف ها صفت استعلاء را دارند؟ و پنجم، کدام از این حرف ها صفت قلقله را دارند؟ وظیفه خانگی مثال های حرف های گذشته را حداقل 3 مراتب خوانده و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.